به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما وطندارای نازنینم. خدا کنه که خوب و جور و صحتمند باشین. من احمد نوید حیدری باز در خدمت شما هستم و خیلی خوشحال هستم که همیشه در کنار شما هستم و جویای احوالتان میشم. امروز آمدیم به پروژه کتوازی، جایی که جدید ساخته شده و خیلی هم نام خدا مقبول ساخته شده. چی دکانهایی که در اینجا نیست، یعنی هر چیزی که لازم داشته باشی در اینجا پیدا میشه. مثلا لباس فروشی، تکه فروشی، بود فروشی، خوراک فروشی، رستوران، همه چیز داره. همین راست طرف ما شما دیده بودیم که چی یک وضعیت خرابه داشت. این حال ماشاءالله خیلی مقبول جور شده، خیلی خوبش جور شده و آدم وقتی راه میره لذت میبره. وقتی پاکی شعار خود میبینه از همین پاکی شعار خود لذت میبره. صحبت های خود با مردم خود داشته باشیم، ببینیم که مردم ما چی گفتنی ها دارن، چی خاطره ها دارن، کاروبار چطور هست و در این بازار که نو جور شده فروشات خوب هست یا نه، مردم جا افتیده میاین یا نمیاین. صحبت های خود می داشته باشیم. خدا کنه که ما را بیننده باشین. ما در تلاش همی هستیم که بتونیم برای شما یک گزارش خوب و گزارش ویژه تهیه بکنیم. بریم ببینیم که دوستای ما چی گفتنی ها دارن. وطندارای نازنینم، آمدیم و خواستیم اولین صحبت خود با می بیادر ما شروع کنیم. دمی بالا شیشته بود، اما یک نمای مقبول داشت. من گفتم من پیش خودت میایم. خوب است ان شاء الله بیادر؟ خوب است. شما خوب است؟ بخیر باشید. خیرتی است؟ خوب است. بخیر باشید. خیر نصیبت زنده باشی. باش که یک کمک نزدیکت بشینم که یک چند دقیقه گفتیم بیایم قصه بکنیم، ببینیم که کاروبار چطور هست، سرکه که نو جور شده چطور هست، این پروژه خوب بود نبود، چقدر مشکلات داشت چی نداشت و چطور از کاروبار و روزگار. والا شکر است دیگه، خوب است. ما شکری نمیکنیم. حال وقت همین 2 ماه کس وقت کاروبار نیست دیگه. خیر دیگه بعد از این بخیر سیزن‌های ماه مبارک رمضان رسید است. رمضان بخیر شروع بخیر دیگه. یک چند روز بعد بخیر شروع میشه دیگه. مردم هم وضعیتش خوب نیست دیگه. خوب داره. مردم هم اقتصادشون ضعیف‌تر هستن. مردم خیلی. چقدر وقت از این دکان هستی؟ دیگه یک و نیم سال میشه دیگه هستم. خب بعد از این پروژه که جور شده؟ بعد از این که جور شده میجه هستم. قبل از اون میجه بودی؟ نه اینجا نبودیم، در بازار آریانا شاده شمشیری ولی سای بود. خب تقریبا اما بازار چوچگک 15 سال اینجا بودیم آدم کوچک. والا خیلی چند سال میشه که در این کسب هستی؟ این کسب تقریبا یک 20 سال 25 سال میشه. یک کسب پدر است کسب ما دیگه 25 سال دیگه کسب است. بیشک والا خوب یک کسب است. هر جایی که خواسته باشی بری، هر زمانی که دفعتاً تکل لازم داشته باشی، اما تو مستقیم از دکان خودت خوش میکنی و قیچی میکنی. خوب کسب پیغمبری است. خوب کسب دی اما بچلی بسیار فکر رو کسب برات مرد نیست در آن نمیمونه که تو کتش صادق باشی. تو کتش صادق باشی. اگه نه که تو خرابی کردی و چی کردی که فکر رو که تو درام خرابی میشه. کسب پیغمبری است، کسب پاک است دیگه. از کسب خود ما راضی هستیم. تکه‌هایتان از کجا خریداری میکنین؟ زیادتر تکه کجا هست؟ تکه خال بسیاری سابق پاکستان میامد، حالا خیلی مال چین است دیگه. چین است که تند است. پاکستان خوب کیفیت داشته کش یا چین؟ کیفیت های پاکستان خوبش است. کیفیت های تکای پاکستان خوبش است. حالا دیگه راه بند است بیادر کیفیت های بالایش خو نمیاد دیگه. خیر با مو چیز صحیح نیست دیگه. افغانستان روان میکنن. دیگه تجارتی جور میشه دیگه. چیز صحیحش قیمت است. همین جامعه است. چیز صحیح دکاندارا واره نمیکنه برای ذوق بیان. همین تکی خوب متر چند است؟ همین تکی که نه پوخک بته و نه زود خراب شوه و نه رنگ خود تبدیل بکنه، همین تکی خوبش متر چند میباشه؟ همین جوره 600 میای 150 تکی خوبش میای دیگه. دیگه تکا رقم است. همین خوبش 150 میای جوره 600 میای 4 متر. از اون کده دیگه که خوبش نیست 1.5 افغانی.
دیگه از یام که ارزانی شود افغانستان. یا خدا مهربان است ها، چون ان شاء الله توکل ما و شما با خدا هرچی باشه خیر ما باشه دیگه. خدا خیر ما و اسلام پیش کنه. همین بازارای جا خوب جمع جوش داره یا نه؟ خوب است دیگه، گزاره میشه دیگه، بازارش خوبش است. همین سرک سابقی جا خراب بود خود دیده بودیم که چی وضعیت داشت. وضعیتش خیلی خراب بود سرک. خیر ببینیم پروژه جور کرده دیگه، میشه مردم راضی سمیج میامدی خاک بودی و تیاگالی بود یعنی میای بیادر حالا تو یک رقم مردم دلش روشن میشه دیگه میاد. همین هر قدر که ساخته میشه آبادی میشه بخصوص تو جایا همین دل آدم شاد میشه، آدم انرژی میگیره و یک امید زیادتر پیدا میکنه که وطن ما بخیر طرف آبادی است دیگه. بخیر بیا خدا مهربان است ان شاء الله دیگه طرف آبادی است. ببینیم چی میشه بنا به خدا دیگه. همین تکه خوب و خراب از چه تشخیص بدیم؟ خودگی در کیفیت معلوم میشه دیگه. کسبی که نباشه خب مشکل است، کسی کسبیش میفهمه دیگه. یعنی مردم ما شما خو کسبی نیستن. یک نشانی براشون بگو، یک آدرس براشون بده که بیاید تکر ببینه بگو این خوبش است یا خراب. خود تکان حالا شرکت است دیگه، نمیتونه باور کنی اینی باره دیگه چیز گفتم من نمیتونم به حساب کنم تکا هر رقم است حالا معلوم نمیشه. حالا مثال 100 شرکت است یا 200 شرکت است، مثال از زدن معلوم میشه که لمسش کنی فهمیده شود کدام معلوم میشه میتونه خوب و خراب کن، جنسش بافتش قایم است، خوب تخته است، میبینی بیادرم تکر دم لنگر میبینی میتونه خوبش است دیگه. تکای که شل پل بود خون تکا بدات نمیخوره، هم سبک نباشه و هم شل پل گردار هم تکه بیادر وزمی ما داریم دیگه و گفتی یکم در تام میکنیم. شک تو بگی یک دانه تا کو مساعی کنیم. ما خو باید بفهمم که تکه خوب و خراب از چی فهمیده میشه. بیاین که شما را یاد بدیم که شما هم این سوال ذهنتان هست. زیاد دیگه وادش نکن که در این وقت خیر ببینی به این کیفیت نیست. این دیگه مو بهترین کیفیت است. این دیگه وطندارای نازنین شما خو نمیتونین لمسش کنین ولی ما دیگه اینا کم کم استاد میشم دی کار دیگه برای خود که تکه بخرم ان شاء الله که دیگه پوغمان 3-4 تا تکه خریدیم کلش پوخک کشیدم. توکل به خدا. این بیادر ما دست که زیاد که تمشیرا سر کار داشته و همشیرا فروخته دیگه دمی دانش هم تمشیره مونده. منم میگم بیاین که همشیره بخرین. وطندارای نازنینم روزای عید بخیر نزدیک است، رمضان شریف نزدیک است. بیاین تکه خریداری بکنین که فعلا ارزان است بازو قیمت خواهد شده. نه دیگه خب گپ نه ان شاء الله گپ نیست دیگه. پیش ما خصوصا همین گپ نیست که یکم جا شاید باش پیش ما نه دیگه فرق نمیکنه. تکان هم خدا کل چیز درشت است، ما خدا زیاف تکاست دیگه تو نیست کامیاب باش که رو بلند کنه. دیگه هر صد بری تکه فریمان از مشکل نداره. توکل به خدا. وطندارای نازنین صحبت ها را داشتیم. بریم ببینیم که مردم ما دیگه چی گفتن یا دارن، دیگه چی صحبت ها میکنن، دیگه چی خاطره ها دارن. این بیادر ما فعلا 1.5 سال است که در اینجا کار میکنه. ببینیم که دکاندارای دیگه قبلا هم اینجا دکان داشت نداشت. سابق دکانکای بسیار خرترک بود دیگه، سرکش خامه بود. بعضی دکاندارای سابق هم اینجا هستن. فعلا ما را بیننده باشین. توکل ما شما به خدا. سلام علیکم کاکا، چی چرت میزنی؟ خیر بخیر هستی؟ خیرتی است جانه که جورا بخیر هستی سیادتان. چی حال داری؟ شکر است. جان جور است. الحمدلله. خیرتی شما جور هستی بخیر هستی؟ چی چرت میزدی اما تو در فکر غرق بودی؟ امیت کاروبار نیست دمی چرت. خیره خدا مهربان است. کاکا قربانت شم. پروردگار مهربان است، خدا مهربان است. کل چیز خوب میشه. انشالله. در تشویش خود چیز جور نه. نه در تشویش خود چیزی جور نمیشه. یا آش هست؟ ایرا سیمیان میگه با پشتو مایچه میگه. خب نخوردیم ندیدیم. ما یک کمک نودیده هستیم کاکا. این سیمیان است؟ به شک. ولی چند دستی؟ یه پاکت 100 روپا کیلو گکی سا او که هست دانش 30 روپا جوریش 50 روپا میفروشه. خب دانه 30 روپا جوری 50 روپا. به شک والا به شک. باز چطور است میخرن؟ بازارش خوبه؟ شکر است الحمدلله میخره. اگان وقت بازار است، یگان وقت میشه یگان وقت نمیشه. بعد تا نمیدقه 90 فکر میکردم که آش است.
این هم مثل می آشای تولکی واره این رقمی فروخته میشه. این حالا نفهمیدیم که سیمیان است. این یکی هست مثل الوا واری پخته میشه. خب مثل الوا. بیشک والا. این مثل الوا واره پخته میشه. بله مثل الوا. الوا یک ذره کم نرم میباشه نه این بعضی یک ذره سخت‌تر خودم میگیره. چقدر وقت از اینجا هستی؟ تقریبا یک و نیم ماه شده که اینجا هست. بدم اینجا میایی؟ همینجا میایم میگردیم. قبل از این کجا میرفتی؟ قبل از او هم در سر 40 متر و چیزا هم اینجا کنیم. بله. از این چقدر وقت است مفروش از این؟ از این سیمیان دمی یک 10-15 روز شده. 15 است؟ بله. پیش سیخه چی مفروختی؟ پیش از این که دسترخوان میفروختیم. دسترخوان میفروختی؟ بله. از کجا میخریدی؟ از شور بازار. یار از کجا میخری؟ این از 40 متر است بچه کاکا میاد و میارش از جلال آباد با اینجا ما میفروشیم. اوه از جلال آباد میاد. بله. خیلی مخصوص جلال آباد است. بله. ای قربان خدا. من میگم که ما خو یک چیز در دیار غربت بودیم و یک چیز ندیدیم. من گفتم که من این ندیده بودم زیاد متوجه نشده بودم. حالا که دیدم من گفتم حتما آش هست. یا چی رقمی جور میشه کوکوی از چی جور میشه؟ این 1000 جور میشه. 1000 جور میشه. بله 1000 جور میشه. خدا کنه کمی کارت تا می آخر هم تو خوب باشه و تا دیگر کلش سودا کنی بخیر. ای تشویش نکن خداوند مهربان است. وقتی او در بالا هست دیگه کل چیز دل ما شما جمع است. صحیح نه؟ توکل ما به الله. چیز گفتنی پیام اگر بر مردم ما داریم ما در خدمت هستیم. برای مردم همه تو همین گپی خودت به توکل به خدا کنه. دمی کاروبار هست، بازار هست، یگان و خراب میشه یگان و خوب میشه. باید تشویش نکنه. همین گپی خودتان که تشویش یک امراض خطرناک است. آدم از پای میندازه. کار میاندازه. باید مردم خود دیگه افغانستان هستن نه چی بگم. مردم تشکر زنده باشید. زنده سلامت باشید. وطندارای نازنین صحبت‌های خودم می داشته باشیم ما رو دنبال بکنیم ببینیم که برادرای ما دیگه چی گفتنی ها دارن. نباشی. سلام علیکم. جان خیرتی بخیر هستی؟ چی حال داری؟ شکر الحمدلله. چی تو گله کدر رویستی؟ گله خو نمیکنیم قسمت ما نمیتاز بیادر جان. خوب خواستی ان شاء الله. شکر پال خدا. شکر الحمدلله. زندگی و روزگار چطور میگذره؟ والا میگذره بیادر صبح کی میم 10 بجه شدین تا بالی بیادر هفته میکنیم. پسان می هوا یخ میشه بیادر. سردی ما رو یخ میکنه. آفرین. باز فروشات چطوره؟ فروشار دیگه شکر است دیگه صبح کی 1 کیلو صبح کی سودا کردیم 1 کیلو رو میامیل سودا کردم 2 کیلو. ای 2 کیلو. یوام 2 کیلو پیسه نان شد برو خداحافظ. تا شو خدا مهربان است. به شک خدا مهربان است بیادر. بیروبار است و سودا نیست. پروردگار میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت الله هیچ ناامید نباش. یک دفعه شام میشه سعی میکنی که نصفش فروخته شد کلش خدا مهربان است. دنیا با امید خورده شده. خدا نه چیز نمیمونه بیادر. تو اگه تو با تشویش باشی خو رقمی که فکر بکنی که والله او رقمی خو نمیشه دیگه. نه با تشویش هم نیستیم بیادر کسب ما درازی به قدردی نمیکنیم کسب به قدری کنی خورف توان میکنی توان میکنی یار که نیست که میشه خدا میربونه. انار کجا هست؟ این انار قندار از قندار هم باز از زرغنده است. ها باز ارزان هم باز بیادر انار خوبش خوب. چارک چند است؟ چارک 1.5 سیر 600 سالا میگه. چارک 1.5 روپیه. دیگه والا مردم ما یکم که مشکلات اقتصادی دارن یکم دست بالشون خالی است. اگر میواره کی خوش نداره. میواره واقعا هر کس خوش داره خوب. میگم نداره که خریدن نمیتونن مردم یک ذره واسه توانشون کمتر شده و جیبایشون خالی شده. اینا که چینی از بیادر اینمی کیلو 160-70 روپیه تمام میشه. با کس 200 روپیه بگیم میخره ولی مردم میخره خالی مردم غریب. دیگه اونایی که دارن میخرن ولی خب اینایی که نداره چی میگه یک دانه انار با چند است. ما گفتیم ما بیادر یک دانه خوب چی برات بگیم توشلا نیست نه بادرنگ است که بردم یک دانه با چند است. کیلوی 100 روپیه زیاد مردم بای میکنن در 100 نفر اگه یک نفر سودا بخره. یک نفر بخره. از این بگو که یار از مارکت میگیری دیگه. یار از مارکت میگیری. چه وقتی میری؟
این دیگه صبحی که نماز خواندیم خیر طرف مارکت میریم یا هم بول میشه یا هم تو میرین مستقیم از نفر بیا میشه؟ در حال گاز در مارکت گاز همی تو میوه جنسا بالا نرخش بلند است و بسیار کم چیزا که میاری بیادر با 500 تمام میشه نمی اگر نه حالا میوه خود طرف نمیره چطور قیمت شده؟ نمیرم مردم در سرخانه نگاه کنین سه بار خریده بیادر صحیح اگر 200 خریده باشه سیر یک نیست خریده سرخانه که نگاه میکنه بسیار مصرف میآید و سه بار بیلش دیگه مصرف های کراش این خود سنجش میکنه باز تجارم به پیرو پایده خود یک چیزم رویش میکشه آن رایش میکشه ماه مبارک رمضان است ما میادر آمدنگی است ما به کل دکاندارا و اگر تازه میوه میاره و اگر کونه میاره و اگر میوه خشک است باید که ماه پیش از ماه رمضان او اینی ما چند روز که مانده بیادر همین میوه سودا خود سودا کنه دیگه نو سودا بخونه او را اگر با قیمتی نگاه میکنه او ما میگم که در ایمانش هم فرق است. خودت چی آمادگی گرفتی بخیر بر رمضان شریف؟ والا بر رمضان شریف خود دیگه آمادگی گرفتیم بیادر دیگه کار میوه از ما دیگه ببینیم که چی میشه دیگه بعد از خود تقویت کن دیگه که باز سیریوس دیگه باز کمیشیمان نشی. نه والا یک درست میاریم گرفتیم خدا قبول کنه امروز هم چی که نمیت فکر من نبود همین ساعت 12 گوشنش زدم مارکت یک چای شیر خوردم گفتم ما رمضان روز امروز بازور دیگه میگرفتی دیگه ادامه میدادی خب نشد دیگه که نشد دیگه باز ما هم طوال نامینان چاشت هم نخوردیم با اونم همین امروز مرا گنگس کرد دیگه زمانی که خودت یادت نیست یا متوجه نیستی یک چیزی را که میخوری تو میمان پروردگار هستی بازو دیگه روزت هیچ وقت خراب نمیشه خراب نمیشه خب ما خودم دیگه گفتم برو خیر از دیگه دو روز خدا قبول کنه نفس سر خودت هم غلبه کرد گوش نشده بودی واقعا خیلی نصیبت از این بگو که بازار اینجا چطور هست جمع و جوش هست این وقت‌ها خوب شده نشده امی سرکا که جور شده چقدر وقت از اینجا هستی امی سرکا چیز فایده کرده نکنه یالا بیادر از سرکایی که خود تقریبا 25 سال ما میشه که ما اینجا میواسم ماشاءالله خیلی از امو سابقه کارایی اینجا هستی سابقه رای هستیم اینجا بیادر خیالی بیادر سرک پخته شد دیگه بیروبارای محترم زیاده شد مردم مهاجر از ایران و پاکستان آمده بازار دیگه خوب خدا مهربان است بیادر سختی را تیر میکنیم رعایت در پشت شهر بان که می سرکا جور شد بیادر سر ما خود تیر شد این نسل رزق یا یک چیز شود راست میگی امی مشکل یک چیز را که نکشی به راحتش نمیرسی دیگه حالا یک ذره سختیش هم میکشیم که کم کم بخیر خدا مهربان است دیگه هر کس کده نمیتونه که به یک خانه چارک 180 رو بخونه سیر 6.5 خیلی نصیبت بیادر جان زنده و سلامت انا رشتیا داری بیادر جان گفتنی برای مردم مواقع داشته باشی با ما خصوصا می پر راننده شکایت دارم که بیادر می سر گذاره به سرک کم قراره ببینی دو دست میاد توقف میکنه راه بند میکنه در راه مریض می باشه در شبخانه میره این بیادر چه رقم دریوراست خودشان میبینه که نی راه گازی را ما بر اون میبینیم راه بند میشه خب بازم چشمای خود در پیشانی خود میمانه تا پسر سیل میکنه در راه مسیر صحیح سیل نمیکنه اگه او واقعا دریور باشه با خود دریور میگه دم یک مسیر میرم یک خط سر سل میکنه او اگر دریور نباشه دیگه او دیگه خودت میفهمی او محافظ دیگه وجد گفتن نمیدونم خیلی نصیبت زنده و سلامت باشه وطن دارای نازنین صحبت‌های برادر ما را شنیدیم خیلی صحبت‌های جالب داشت و چی پیام داشت از همین دریورای ما یک کمک شکایت داشت کم کم میریم صحبت‌های خدا می داشته باشیم ما رو دنبال بکنیم وطن دارای نازنین همون تو آستا روان بودم که کاکا را دیدم گفتم باش که کاکا بیاییم یک چند دقیقه صحبت کنیم در دل کنیم ببینیم چی گفتنی ها دارن ماشاءالله من تو شاد بود گفتم بیاییم که صحبت بکنیم خوب است کاکا شکر جانا که جور است بخیر است شکر خیریتی است زنده باشی بخیر است زنده باشی بخیر باشی چه خوب یک جای کشیشتی خود رفتم والا یه پیدا چی کنی بیکاری است خراج دیم سه نفر است دیگه کشیشتی دیگه از صبح تا چند پیدا زدی کاکا اگه راست پرسان کنی اگه کنی صد کار کنی خدا را شکر شکر خدا را شکر پیسه 15 دانه نان برام خدا مهربان است کاکا اینا تا شبش معلوم نیست که تا شب چه قم میشه همین نصفش قم 1.5 هم خدا را شکر در این شرایط اما قشبه که ما شما سرمایه گذاری نمیتونیم ما شما جمع نمیتونیم پس انداز نمیتونیم اما یک چیز شبه که شب روز ما شما بگذره دیگه بس خلاص شکر است چقدر وقت از این کار هستی کاکا والا 14 سال شد
14 سال از دمی کار 14 هستی؟ سال شده این مسئله از کار میکنیم این یعنی دمی مسیر هم هستی؟ مسیر هستم خیلی کل دکاندارا خودت هم بشناسن؟ میشه ولی باز وقت که یک توش که دیگه مقصد آشنا هستن آشنا هستن یه هفته به تو سر کراچیت میزنه خوب داغ هم اومده پشت تکور میزنه خوب کار میشه خوب مزه کار میکنه میشه خراب میشه خدا مهربان است ایشان امی بیرو بورکای رمضان شریف و خیر کم کم کاروبار شما رو هم جور بیا سپر به خدا مهربان است امی رمضان شریف خود یک ماه مبارک است شکر که به می کلگی میشه میشه ترکاری فروش مجبور هستیم ترکاری بخریم میوه فروش مجبور هستیم میوه بخریم و اونا مفروشن دیگه یک ذره شیمه کم می باشه مجبور هستیم کراچی بگیریم فکرت است رمضان شریف برای کل ما شما میرسه شکر است و برکت است ماه برکت ماه است مبارک رمضان برکت داره خداوند بخیر نزدیک کل گیره بخیر سپری کنه بخیر بخوبی دیگه یک آب و هوا خود که کاکا دی روزای کوتاه دی آب و هوا بابا شکر است خب این رمضان است این رمضان است که بخیر رمضان رسید نه بخیر ماه عمل بخیر بخیر نوروز و زمستان یک عید یک جمعه کاکا دمی چند سال هستی 60 هست دمی 60 سال عمر تال رمضان در زمستان اومده بوده بله چند دفعه؟ صندلی خدا گردن من نگیره که یک دو دفعه سه دفعه گرفتیم یک دفعه هم در نوبت ما اومده بوده کاکا اینطور است که امیر روزم دمی زمستان مزه میده در بهار خو یادت است که چی رقم وضعیت ایتو در بهار هم روزه گرفتیم که آتش باران اصلا آتش باران که میگن در اون وقت ما روزه گرفتیم او کاکا هیچ روز تیر نمیشد روزا دراز است هیچ روز تیر نمیشد ساعت سعی میکرد 2 ساعت بعد 1 ساعت تیر شده از سابق بگو کاکا از قصای سابق برام بگو که فروشات کاروبار در سابق چطور بود سابق جوانان بودی دیگه یک ذره زور کارام زیاد بود بله همونطور امروز یک ذره جوانتر بودیم جوان بودیم تو بالا میدویدیم کاروبار صحیح بود حالا خودی سفید هستیم دیگه یک ذره کم ضعیف هستیم اولادا یگان پشتی بند است یا نه بیچاره کمک میکنه نمیکنه میکنه نه خدا که کمک اولادا خو نباشه بیچاره دیگه والا مقصد کاکا زیاد چیزای ثقیل و گرنگ خیل نه اون نمیبردارم خودم پیش خودم فکر میکنم که حضورای سابق نمونده کم بالا اگه هم تاثیرای روغن زردم بود رفته دیگه خدا گلاسش ما تو شوب کردیم گلاسه که روغن تو شوب کردیم که کاسه والا شوب کردیم مگر ما میگم که حضورای وقت است که راست میگی از اون وقت هست که طالق شیما والله راست میگی بیادرای دیگه ما کاروبارشون یک ذره خوب است میشه اون چیز میشه خدا مهربان است میشه میگردم دیگه باز نوبت میکنین یا هر کی کرا نه خواهر هر کس که دست اون همون کارشون میکنه نه حالا مثلا این کاروبار نیست بکنه باز خودت میخیزی بیادرمو میخیزه یا رفاقت دارین دیگه دبای خواهر تو ما که سراغ کدوم میره دیگه خیر بله اندیولی رفاقت میکنه بله میکنه خدا رو شکر چیز گفتنی داری برای مردم ما زنده باش خدا من کلی گیر آرام داشته باشه الهی همیشه هم تو خوش و خوشحال باشی الهی شما خوری سفیده و برکتای ماستین ما یک مریض داریم دم کمره میگم الهام کوثر جان ما مریض هست و خداوند دورم شفا بده و دعا میکنیم که بخیر زود شفایاب شود که او خودگه نور چشم ماست خیر نصیبتون کاکا زنده و سلامت باشین یک جان تشکر بخیر باشین وطن دارای نازنینم صحبتای کاکا را شنیدیم چی صحبتای دلچسب دارن چی گپای جالب دارن و چی قصه های از دوران دارن راستی هم که شیمه همون زمان هم شیمه اون زمان است دماغ خود چیز نمونده ما نه روی روغن زرد دیدیم نه روغن سفیده بریم صحبت های خدا می داشته باشیم ما رو بیننده باشیم شما نجوره چی حال داری؟ بخیر هستی؟ خیرتی هست تو صدای بسیار مقبول صدا میگیری گفتم بیایم یک دفعه اولت بگیریم آرام باشه چطور است کاروبار رو الحمدلله خدا مهربان است خدا رو زیر سال است زحمت بکش ان شاء الله خدا خیر ببینی ناامید نمیگردم روزی مردا خود می پایایش برای اند کار یک دفعه کار که نکنید دیگه جوان مرد کار است چه وقت از دیگه هستی یعنی یک 13 سالک میشه دیگه دیوانان بدیم 13 سالک
قربان چه سال میسه مثل ما تیر میشه. نه ساعت ما تیر شکر بازار رسید دخ اما نمیاری. خدا رو شکر که ساعت تیر است. الحمدلله. چقدر خوب است که آدم هم کار کنه هم ساعتش تیر باشه. این که کار کنی و ساعت تیر نباشه دیگه باز زود پیر میشی. مزه نداره. بشک کباب. همینجا میبوشی داره. اینجا گوتلک ماست. اینجا خاطرای جالب تا به موقع خاطره است سر اینجا خاطره است. میشال که صبحکی می تا خفتن خاطره است. تو شده کدام وقتایی که در خانه ناق صدا کرده باشی؟ در خانه نه ما خانه اینجا نیست سمنگانه. چی میگی؟ اتاق داری جا؟ این هتل می باشه. بشک والا بشک. شوخی که نه دیگه وظیفه روز معلوم است وظیفه شب معلوم است. نه خو این عادت میشه نه؟ نه عادت از ما اصلا ان شاء الله نرمال است نه. نه اون مشکل از اون نیست. همیشه که خسته بری. خسته نیستیم ما. آفرین. خسته نمیشیم. ماشاءالله. راستی رو برات میگم. بدر خیمون چرا قصد خسته شما ولد بچه‌ای شیری پناه‌تر است. ما مردم قدیم. خودت از کدام دوره هستی؟ ما از دوره دکتر نجیب هستیم. دکتر نجیب. خیمون بچه‌م چرا قصد خسته میشیم؟ یا از دوره روغن زرد که کاکا قصه کرد از اون دوره هستیم. چی بگم دیگه والا چیز بگم خدا نخواسته به خودت بر نخوری. نه ما هم از مردمای سابق هستیم خب مقصد حال این همیشه ما انرژی که داد خدایی است. خیر ببینی راست میگی ام یگان تو نام خدا هم تو خدایی پر انرژی و پر قوت است مثل یگان دیقانای ما که اینا لگه ما فکر میکنیم که دیقانی کنیم خیلی سخت است ولی واره خدا داده دیگه توکل ما وطندارای ما چیز خودت میبینه اگه چیز گفتنی داری پیامی داری برای جوانا برای همسنای خودت مادر خدمت زنده باشم فقط خوش آرام باشی خیر نصیب داده جان خوشحال شدیم زنده و سلامت باشی بخیر باشی وطندارای نازنینم بریم که صحبت‌های خدا داشته باشیم ببینیم که وطندارای ما دیگه چی گپ می‌زنن سلام علیکم خیر بخیر هستید جانتان جور است چی حال دارید بخیر هستید بخیر و سلام باش رسوچم قدر چه خیر بیشیم تو نیام صحیح است اما تو دمی چرت بودی گفتم باش که بیایم نه از ما چرت نیست ما همیشه خیلی مترسیم چرت خوشحال است چرت نمیدیم ما چرت نیست خداوند گام خوشحالت بسازه شما کل ما رو خوش داشته باشه یک معرفی خوب به وطندارای ما خدا انجینر مقیم هستم دیگه کجا دکان داری؟ این دکان دیواری از خودم است خیر می‌بینی این دکان از خودت است؟ بله بیشک والا انجینیر هم این کارهای وسایل خانگی است دیگه بسیار چقدر وقت از این کارو میکنی؟ مدت یک 20 سال میشه دیگه تقریبا کم زیاد دیگه یک عمر میشه دیگه یک عمر از دیگه خوش یک عمر خیلی زیاد وقت است شاگرد هستن نام خدا بچه‌ها شاگرد هستن نه خودشون بچه‌های تو هست؟ نه شاگرد هستن کلشون ما گفتم که هنوز در سن نرسیدی که بچه‌ها قبول نه بچه‌ها نام خدا خوب اصلا قرار نه دیگه خوب است چطور از کاروبار در ایران است؟ والا شکر است هزار بار از مسابقه است؟ بله دیگه مسابقه کاروبار خوب است بعد نیست آدم ناشکری نکنه چیزی که در قسمت ما باشه و چیزی که در نصیب ما باشه خدا میرسونه آدم اگر کم بود یا زیاد بود شکر بکشه زیادتر میشه اگر شکر نکشی خداوند هم بیش میبره بیخی کمش میکنه هزار بار شکر راضی هستیم از کار ما از کسب ما همه چیز ما شکر راضی هستیم خدا را شکر بخیر رمضان شریف میایه برای رمضان شریف چی آمادگی ها گرفتی؟ والا همیشه وقت رمضان میایه آمادگی آدم میگیره پیش از پیش دیگه هنوز 13 14 روز مانه تا وقت بسیار وقت از صبح میرم اینه بخیر خودت تقویت کو که دیگه باز بخیر آمدنی نه ان شاء الله همیشه تقویت هستی تشویش نکن دل جمع باش اما تو نام خدا سر پایم معلوم میشه از مکه خود نام خدا زورشی می خودت میال زیاد نه شما جوانی است هنوز جوان هستیم خود خیر است یگان بیش سفید شده ما هم دیگه او رخ سفید این از موم سفید شده و قسم کلی سفید نه دیگه شما جوانی هستیم ان شاء الله هنوز بسیار وقت است اما دوران که دمو سخت گرمی اومده بود یادت است والا گرمی همیشه وقت گرمی است خوب است در سالهای آخرش باز بسیار گرمی
خب اما تو که سردیش طاقت کنیم گرمیش هم طاقت میکنیم. همین رمضان که دم گرمی ها می آمد یادت هست چی رقم گرمی ها بود؟ او دیگه او که دمای اسد بیا باز رقم مزه داره. رقم مزه داره. او دیگه او باز امو تشنگیش هم زیادتر است. خداوند اما اگر گرمی باشه خدا هم قدرت توان هم بیشتر وارد میشه. تو خوب صحیح قبول میشه. حالی هم قبول میشه خدا بس دل اگه بگیره. حالا خب ماشاءالله رحمت پروردگار است. برف هم هست و هوا سرد است و روزا هم کوتاه است. دیگه آدم در این وقت کی روزه را صحیح میفهمه. نه دوران سابق بود که مردم هر چی رو به زمستان رفته میره رو به سردی رفته میره آدم کمتر تشنه میشه زیادتر از گشنه تشنه آزاد میشه دیگه حال فعلا رو به سردی رفته معلوم نمیشه گشنه دیگه یک ذره زیاد آدم میشه هوای سرد آدم گشنه خصوص که آدمای پرخور باشه ما رو واره بازیگم خدا خودت واره که باشه دیگه خب آدم پرخور باشه باز رمضان بسیار تاثیر میکنه. خیر نصیبتان زنده باشی بدر جان. اگر چیز گفتنی داری برای مردم ما برای اونایی که در دیار غربت هستن و مسافر هستن خودت میبینی. خداوند همیشه خوش خندان داشته باشه کل ما را مسافرای ما را وطن ما را میکنه خداوند مسافرای ما را برگردن در کشور خود خدمت بکنن دیگه همیشه خوش و خندان و آرام داشته باشین. چای نان همیشه ما در خدمت با خداوند رزق روزی دکان شما را هم زیاد بکنه. خداوند برکت داشته باشید. کل ما شما برای یک لقمه نان ما برای دیگه. آدم میگر کار نیست اگر زحمت بکشی همیشه کار کو زحمت بکش از جای این نیست که مثلا ایران بری یا کشورهای خارج بری اگر زحمت بکشید وطن خودت هم زحمت کشیدن میتونی همینجا هم کار کردن میتونی کارگر باشه همینجا هم کار است. همین آدم تنبل هر جایی که در کار بری که بگه کار نیست میگه نیست آدم کارگر که یک پیاز کچول هم اگر بنازی کار بکنن زحمت بکشن اینجا هم کار است. ما هم وقت هستیم زحمت کشیدیم و هیچ وقت نگفتیم که کار نیست و هیچ وقت شوق علاقه خارج از کشور نکردیم چون ایران باشه یا امریکا یا هر جایی که مثال باشه همیشه وقت همینجا زحمت کشیدیم و همیشه گفتیم که کار است کسی که زحمت بکشه که آدم تنبل که هر چی کار آسان هم برای بیت میگه ولی سخت است دیگه تنبل است دیگه کارگر بود هر چی کار سخت برای بیت خداوند آسان برش میکنه ما شما میرقم خیر نصیبت بشه خداوند برکت بده زنده و سلامت باشید یک جان تشکر خداوند عزت بده وطندارای نازنین ما را بیننده باشین خدا کنه که تا ایدم لذت برده باشین و برنامه ما ملال خاطر شما نشده باشه همه تو میریم پایین و صحبت های خدا می داشته باشیم ما را دنبال بکنیم خیر نصیبت بده جان خداحافظتان خطه بیادر ما یک دقیقه صحبت بکنیم خیره کار بار خدا بکنه دیگه خب ما مزاحم کار بارش نمیشیم اول کار از دیگه خوب است جور است جان جور است خیرتی خیرتی چیال داری جان جور است بیشتر یک چیز گفتی یه صدای تا نشنیدم چی گفتم گفتیم صحبت بکنیم ویدیو گفتی چرا نه مزاق کنم تو دکان خودتون است صحبت میکنین گپ میزنین دقیقه چند میگیری آقا سه بیجا چند میگیری تا پولیم بیا آقا تو بیا خودت هم قصه کو تو بیا خو میگم مرا دادم نه دیگه اینم دکان است میشه کار میکنم شکر سلام چیال داری فضل خدا روزگار چطور میگذره والا زار تو شکر است خدا را شکر آشپز اردوی از خودت هستی دیگه چی پخته میکنی امشب کباب مرغ بریان مرغ جگر شک بالا اینجا خودت دیگه سیر میشی بی خدا سر دیگه والا چطور کنیم دیگه صبح استاد میشن تا شب اول چقدر وقت از کار میکنی اینجا والا به چیزا خود دکان نو خریده مینا فکر که یک 11 12 روز میشه ما دستم کامل دم کریان کنه ایجاد دکان داشت ما چپا شده جان اونجا که تخریب میکنن نه اونجا خود بین پارک بود خب در بین پارک سوال خب بسیار خوب خیلی بیخی دیگه اجاره نو گرفتی بی شک والا چی یک نام خدا رستورانتی هم هست که ایره نو جور کنیم بسیار تنگ و تاریک بسیار چیزی بود با ما بکنه نفر که در نام خیلی مصرف هم کردی دیگه اینجا والا اجازه فایسته ما رفت از خودت از شخصی شکر خدا را شکر چقدر خوبش که رستوران از خودت باشه آشپزش هم خودت باشه که با دل جمع بفهمی که چی پخته میکنی با مردم ها چی کار میکنی خود با مردم بفهمی که چی عرضه میکنی یار از کجا یاد گرفتی
این اولا ما خوردم کلان شدم رستوران تا کار کردیم بیشک والا آشپزی ها والا آقا دیگه شاگرد بالاخره میرسه به خلیفه گیری 12 سالگی تو مال ما موتل کار میکنم کسب نیست خیر ببینید باز بیادرها رو در جمع کردی کیا که کار بیدر میکنن زاده مست و دیگه هم بیدر زاده مست او بچه کاکای مست دو تا بیدر زاده مست او مکتب میخوان تا نیم روز آمادگی کنکور میخوان آمادگی کنکور میگه که نرفی نمره میخوانه باز نیم روز نه اما خوب است که کلگی از خود آدم باشه دیگه بچه کاکا بچه خاله میاردم گرد بار خود خیر نه باز نفرا کار میشه بخیر بعد از عمل باز یاد 10 نفر کار میشه کل گرمی آسکری حالا فعلا بخیر رمضان شریف نزدیک است بعد از رمضان دیگه باز بخیر دیگه بخیر کل چیز کار میکنه عوام کمک گرم میشه و آیس کریم هم میشه و یگان شیریخ هم میشه و اینا دیگه کل چیز بخیر سر میکنه مگه بیش یک نان مون چیز خیر نصیبت بیادر جان زنده باشی ما مزاحم کارتان نمیشیم خدا نکنه امی وطن دارای ما خودت میبینه کسایی که در دیار غربت هست اگه چیز گفتنی برشان سلام برشان میرسونم با کل مردم افغانستان چیزی که داخل است چیزی که در خارج است خوش باشه خوشخندان باشه ما کم سوق بین تا شب خنده میگیریم هر چی که بشه تا شب ما از تو انرژی گرفتیم بگه که انرژی رو بگیره زنده و سلامت باشی یک جان تشکر خدمتتون است بگه زنده که باشی وطندارای نازنین دعا میکنیم که بخیر کار از این برادر ما خوب محکم بگیره و خداوند برکت و رزق روزی دکانش از زیاد بسازه اما تو میریم صحبت های خدا می داشته باشیم ما رو بیننده باشین خیر نصیبت بیادر جان خدا فرستان خیر ببینی پاک پروردگار سلام علیکم سلام علیکم و علیکم آقا جور هستی؟ بخیر هستی خدا جور است بخیر خود چی حال داری؟ شکر الحمدلله جوان جوره؟ شکر به دوایت تو واش کوکو که چه خوب افته و اکا گیر کدی والا چه خوب جای اکا گیر کمیز زیاد شخ نشی کوکو شخ نمیشی سر فضل پای عاجزی و مظلومی آرزوی من زیاد شخ نمیشی رقمی سر پای دیگه خدای پاک طاقت میده طاقت از خدای پاک است بیشک والا طاقت دیگه از پروردگار است که برای ما شما میتگنی ما شما که قطع و تمام بنده است انسان خیر ببینید پیش خدا بنده است راست او مهربان است غفور و رحیم است کریم و رحیم است غفار و ستار و جبار است خالق و رازق و مالک است کل چیزا از اوست ما هم از اوستیم خیر ببینید ما هم از اوستیم کل چیزا از او است بله خیر نصیبت چطور از کاروبار کوکو چی مفروشیده اینجا ما خاص برای خدا است نه نه که برای خدا اگر یک 5 روپیه 2 روپیه 10 روپیه داد اگر نداد خاص برای خدا بگیره بره که نام الله رو یاد کنه خیر ببینی این ثواب دیگه آدم چی میخواه کاکا شکر الحمدلله از این کده دیگه آدم چی میخواه شکر اینقدر چیز با ارزش شکر الحمدلله چند تا اولاد داری کاکا چقدر وقت هستی الحمدلله ما در دوران دورخان عسکری کردیم خواه در ریشخور در پرکه ول افغانستان جوان بودم این اول دیگه هیچ چیزش نمونده چشمای من پر شده مگرم خاص رضای خدا مانده خیر ببینی خیر نصیبت کاکا زنده خوب باشی دنیایتان برکت پرده زنده خوب باشی باز مردم میخرم علاقه هم داره یک چیز هست که هر چیز از طرف خدای پاک از داد و گرفت خیر ببینی الله که هر چیز لایق دیدید برات میته راست میگه کسی را مجال نیست که کند کسی را بلند داد خدا برکی شوه بلند میشه بلند دیگه او که بو پروردگار که بخواه بتید دیگه باز قیلت میکنه در غیر از او خود دیگه فایده نداره چیزی کوشش ما شما ما بنده خود هرچی خدا در دیوار بزنیم بی فایده است اما خدا شکر الحمدلله شکر خدا الحمدلله که بنده خدا است نعمت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دوزدار چاریار را با صفا پایبند به قرآن عظیمشان شکر الحمدلله شکر کاکا شکر که ما شما مسلمان هستیم و همین سلامتی و جوری را که بر ما داده صحت که بر ما داده بله امیر ادا کردن نمیتونیم دامن افغانستان عاشقان است دامن دین محمد خود خدای پاک است به کس تعلق نداره من تا با ما یک تعلق داره که ما پرهیزگار باشیم به خدای خود تسلیم باشیم و محمد خود دعاگوی باشیم بشک چقدر وقت هستی هستی کوکو بله چقدر وقت هستی هستی
نه این چند دقیقه پیش نماز که خواندیم اومدیم چیشتم گفتم باز به توکل خدا خدا میرمونه. چی میگه از بیکاری چیز فایده نمیداره. این اگه چشمای من نمیبینم، مرا رو نمیبینم، بوتر نمیبینم، کسی نمیبینم، لکن خدا ما قد توفیق بده کند امو سوگک میرم. خدا با منزل میرسونه. او دیگه میرسونه. با کمک خدای پاک. او خودش دیگه کل چیز جور میکنه. شکر الحمدلله. هر روز همین جمعی میشینی؟ یگان وقتی خانه که بگیره ناجور درا باشم با نمیتونم آمده دیگه در خانه خود که باز کاری میشه باز که جان جور باشه باز نمیدیم دیگه که اکسات میگردم این دیگه که میشینم. کوکو از این بگو که دوره جوانی ها را چطور سپری کنی؟ دوره جوانی ها را شکر الحمدلله بسیار بخوبه، ماشاءالله، بسیار به انسانیت و شرافت کلمه محمد، ماشاءالله، بسیار به شجاعت و غیرت ایمانداری. معلوم میشه کوکو، معلوم میشه. مصاحب نو که جوان شدم پهلوانی مرا انداختند پهلوانی را خواندم. پشتش که دو برآمدم دستکاری رفتم، عسکری از خاطر پدر و مادر خود کردم، از خاطر خاک وطن خود، از خاطر مردای. خیر نصیبت کوکو، زنده و سلامت باشی. خیلی خوشحال شدیم. ان شاء الله خدا باشه، بخیر باشین. خداوند برکت نصیبتان کنه. شما خو برکت های ما هستین کوکو، ما خدمتگارایتان هستیم. خیر نصیب، نور چشم ما هستین. وطندارای نازنین، ببینین که آجی سب چی صحبت های شیرینی دارن، چه قدم لذت میبره که صحبت میکنه. زیاد مزاحمش هم نمیشیم، زیاد پیشش هم نمیشینیم، میمانیم که وقتی کار و بارش هست که یگان چیز غریبی بکنه. اما تو میده میریم و صحبت های دیگه خدا با مردم خود میداشته باشیم. خدا کنه که تا این قسمت لذت برده باشین. ما همین گزارش برای شما میگیریم که شما لذت ببرین. اما تو نیست بچه، اما تو از دیگه نه، ما همین گزارش هم شما میگیریم که لذت ببرین. خدا کنه که تا ایده ملال خاطر نشده باشیم. میریم و کم کم صحبت های خدا می داشته باشیم، ما را بیننده باشیم. خیر نصیبت بسیار خوب، پیشریتان خوبی باشه. یک جان باشه. السلام علیکم. خیریت بخیر هستی؟ جان جور از خیریتیست؟ چی حال داری؟ جان جور خیر نصیبت. دیگه ما دیگه کار ما شیشتن خلاق شده دیگه. خوب هستی؟ ان شاء الله صحتمند هستید، بخیر آمدید. خیر نصیبت. سلامت باشین، خدا نظر. ماشاءالله چی کیلو چای مقبوله، چی بوتای مقبوله. سلامت باشید، زنده باشین، از نظر خودتان هست. ترکیش بود از دیگه؟ بله ترکیش است که چهار از خدمتتان است. میشه والله میشه. چقدر وقت هست رو جور کردین؟ ما مدت 1-2 سال میشه که می‌نسیم ما دکان درست کردیم. همین سرکایی که جور شده خوب دیگه فایده کرده برای مردم ها؟ فایده خو کرده، خیلی زیاد کرده. در ضمن نزی وقتی که سرک درست شد مردم هم خیلی راحت آسوده شده. در ضمن نزی خاک و کثافات چیزا گم شده، بسیار راحتی شده، سهولت به مردم شده، برای ما دکاندارا شده، سایه هم محیط زیست ما پاک شده، بسیار عالی شده، بسیار کار نیک عالی خوب شده. همین زیاد بازارها و کوچهای ما شما را که نمیره کمی بسازن دیگه دنیا گل داره. 100% شده. وقتی که همه جا محیط زیست اطرافی همه جا که تمیز باشه، پاک باشه، زندگی سهولتش میره بالا میره، بسیار عالی میشه. چطور از بازارها، چطور از بیروبارک نام خدا خوب داره، جمع جوش داره، یگان کاروبار میشه نمیشه، غریبی میکنه نمیکنه؟ خوب است، شکر خدا خوب است. یک روز است، یک روز نیز، هزار بار شکر خوب است. خرج مصرف زندگی ان شاء الله ما خوب است. هموش یک دنیا ارزش داره. تنها میباشی یا کمک و امرا داری؟ نه هست، دو برادرای ما هست که همراه ما هست که نصف روز و یکی ما میریم با تحصیل درس مداوم میتیم. ما هم بیادرایم دیگه هستن دو دانش. خداوند جان جو نصیبشان کنه، همراه ما هستن در دکان کمک میکنن دیگه. بدون از دکان دیگه چی مصرفیت داری؟ بدون از دکان دیگه برای فعلا دیگه مصرفیت نداریم دیگه، فقط مصروف درس خواندن میباشیم و از اون نزدیک دیگه در کار خود مشغول میباشیم. چی درس میخونید؟ پانتون میخونی؟ یگان کورس میخوانیم، زبان میخوانیم؟ خدا ما دیگه نخیر برای فعلا آماده کنکور میخوانیم
دیگه درسای ما بخیر تمام میشه که دیگه پانتون بخیر شروع کنیم از مکتب بخیر فارغ شدیم. بیا ان شاء الله خداوند مهربان است. توکل به خداوند. حاجی بگو که چند نوع بود دارین؟ بوتای چی رقمی دارین؟ کرمش دارین؟ اسکیچر دارین؟ بوتای محفلی دارین؟ از کجا وارد میکنین؟ کجایی هستن زیادشون؟ این بوتا خاصه که قسم بوت از دیگه در دکان هر رقم جنس باید داشته باشی، هم داخلی باشه هم خارجی باشه. شکر الله مدت چند مدت میشه که وطنی هم جنس ها هست زیادتر است. هم وطنی داریم در دکان، هم خارجی هست زیادتر جنس ها که است دیگه. ویتنامی هست، چینایی هست، ترکی است، داخل خود وطن است درست میشه. کمپانی زیاد است دیگه. هم مدل است، هم محفلی داریم هم برای کسایی که با دفاتر کار میکنن با اونا سیم و زیادتر از این فوکس مردم برای فریلنسر اسکیچر است. اسکیچر بسیار یک برند معروف است و همچنین از لحاظ کیفیت کوالیتی هم بسیار بالا است. برای فریلنسر بین از این مردم هم بسیار مطرح است و خیلی خوشم میکنن چون شیپای بسیار مقبول هم داره و از کیفیت هم میترالی است و راحت است. خیلی راحت نسبت به دیگه بوتا. قیمت پایینتان چند است و قیمت بالایتان؟ اسکیچرها هم بگو. کرمچا ماشاءالله که چی کرمچایی هم هست. خبر زیاد قیمت ها بالا نیست دیگه. قیمت زیاد بالا نیست. اسکیچر که است قیمتش از 800 900 1000 شروع میشه دیگه. استاستا میره و چی هر چند که کیفیتش بالا بره همون قدر قیمتش میره بالا دیگه. بوت هم چرمی باشه چی تابستانی زمستانی قیمتش از خانه 1200 1500 1000 2000 بوتای کلاکس است و ترکی بیا بازونا باز قیمت مردم مردم زره تخفیف میتونه مراعات میکنی؟ باید 100% بتونیم برای خودن اوضاع کشورم خودتان بهتر میدونیم که اقتصاد مردم خیلی ضعیف شده. چیزی که لازم داشته باشه هم ضروریات خود تهیه میکنه دیگه. چی خواسته برسه به اینکه بوتا باز قیمت بخره میگم ضرورت مردم برای ضروریات خود مانده که چه رقم پورا بکنه شد دیگه. تخفیف داره، تخفیف برای کل مشتریات داره ان شاء الله. ترکیش اسکیچر از بابت قیمتش خاطر انجام باشه و در ضمن ازی که تخفیف داره جنس با کیفیت برای مردم پیش باشه. اونایی که از فراز میاین باز زیر تخفیف زیادتر میشونه. در خدمت از طرف ما میاین دیگه باز بیاین اینجا ترکیش بوتیک دیگه باز دکان خودتان است در خدمتتان است. ترکیش اسکیچر در خدمتتان است شاهزاده. اگر گفتنی برای وطن دارای مداری برای همسنای خود داری برای کسایی که در دیار غربت هستن گفتنی داری؟ خداوند عزت نصیب کنه که جان جون که شما آمدین از الله ما بخیر شدیم دیگه. همیشه میتونم کوشش بکنم کوشش بکنم زحمت بکشم پشت کار باشم دیگه. وطن خدا باید بسازیم نه وطن بیگانه. در هر چی باشه هر حالت باشه باید در وطن خود که هر حالت برای فیلم جریان داره در اینجا باشه استاد شد و در ضمن از کوشش کنیم که بخیر در آینده یک چیز شد. خدا نظر بکنم زنده باشیم بشیم. یک جان تشکر. یک جان تشکر. زنده باشی. زنده باشی. وطن دارای نازنین بیننده های بی‌نهایت نازنین و مهربان صحبت های برادر رو داشتیم. این ترکیش اسکیچر بیاین از طرف ما تخفیف هم بگیرین انشالله که بچه خیلی خوب و مهربان و تحصیل کرده هم هست و مردم هم درک میکنه میفهمه که شرایط چی رقم است. بیاین و خریداری بکنیم که بخیر رمضان شریف هم نزدیک است. میریم صحبت های خودم میداشته باشیم این صحبت های چی ما هم بچه بچطور کنیم بریم و ما هم دیده باشیم. وطندارای نازنین ما اومدیم در یکی از جمپر فروشی ها. ماشاءالله که چقدر جمپر هم زیاد داره و چی مدل های تنوعی زیاد داره. از برادرمون صحبت میکنیم ببینیم که سوال های خود داشته باشیم که یار از کجا میارن
قیمت هایشان چی رقمی هست؟ پرفروش ترین جمپرشان کدام است؟ خوب هستی بدر جان؟ سلامت بخیر هستین چیال دارین خوب هستین صدمن بخیر خیلی هست. سلامت چیال داری؟ شکر سلامت بخیر باشید اما تو چای میخوریدم گوشگک بودی گفتم باش که بیایم خبر تا بگیریم. آقا بی بزرگی است دیگه مجبوری است دیگه چی کنی دیگه بازارا کم شده یک ذره. بازارا کم شده چرا؟ حالا ضعیف شده اقتصاد مردم هم ضعیف است دیگه یک ذره اینه بخیر دیگه کم کم اومده رو نیست. آقا یک ذره کم کم بخیر خدا جو رحم بشه کنه سر افغانستان یک ذره خدا. همین رمضان شریف بخیر که داخل شود دیگه باز فروشات کم کم شده. ان شاء الله بخیر در عید باز سیزن ما بخیر ان شاء الله شروع رمضان میشه شریف که بفروشین دیگه کلاگی برای عید میخرن. ان شاء الله ان شاء الله ماشاءالله که چقدر جمپرای زیادم داره. یا از کجا میارین؟ یه دیگه مختلف از دیگه وطنی هم از چینایی هم از ترکی هم از رنگ از مختلف یا اینو که میگن چینایی یا ترکی یا مثلا ایرانی یا اینا یا واقعا از اونجا میایین؟ آقا میایه خودتون هم وارد میکنید؟ خود ما وارد نمیکنیم موجی باز میره چین هم میره ترکیه هم میره باز وطن هم تولیدش نام خدا پیشرفت کرده وطن خب پیشرفت کرده این ما که نیده پوشیدیم اینی وطنی است آقای وطنی است این وطنی است و خیاطش هم حال دیگه دادم کمره هستیم خیاطش باجیم است ماشاءالله دیگه اونمو میدوزه و اونمو توزیع میکنه من گفتم تو بگی یک دانه برام بدوز از خیرت جمپرایت گفت از دیگه دل جمع است دیگه نه بچه‌ش از باجه دو برابر است حالا خب ببینه از تو پیسه بگیره از باجه دو برابر است پرفروش ترین جمپرتان کدام است زیاد که مردم علاقه داره و میای میخرن این حالا علاقه زیادترین در چرمی هست مثلا خیلی چرمی یکی مود شده بود چرمی یکی هم لیزری هم مود شده چرمی هم مود شده مختلف جنس ها که امسال دیگه شکر خدا که یکم شیپکان هم آمده بود بسیار باسم تو قشنگی بود قشنگی بود خیلی هم تو مزهش امسال با زمستان هم مزهش نبود امسال دیگه یک ذره هوا سردی نکرد برف هم خوب نشد اقتصاد مردم هم ضعیف بود خب ما و کبیر جان فهمیدیم که هوا چقدر سرد شده بود خب یعنی قسمی که باید میشد نشده بود با بهار بخیر چی مفروشه بهار دیگه بخیر واسکت است کار واسکت هم فقط واسکت است دیگه خب بهار با جمپر کس نمیبینه نه یعنی مثلا د پولی واسکت پدونی چیزا خونم فقط واسکت کار واسکت هم میکنیم هم جنبر و زمستان جنبر بازی کرامرهای زیر میکشه نمیکشه شکر خدا میکشه چرا نمیکشه آها شکر را که نکشه خو چی میگی دیگه بی فایده است بی فایده است توکل به خدا آل جمپر خودت پوشیدی که مقبول است از یام اینجا داری نداری ولی تنها داره ها دارم سه جنس دارم در اینجا این جنس کم دارم با او جنس کم دارم چینایی سکت او جنس های سه چهار رنگ چینایی است چینایی است واسه چین میاد این جنس واسه وطنی تولید نمیتونه کرد وطنی دیگه همین چرمی دیگه کدام لیزری تولید کنه که در جهانش دست چرمی ها وطنی هست دیگه کلشون خیلی چرمی وطنی هم چینایی است همین چیناییش خوبش است یا وطنیش چینایی باز خوب است خواهد چین تا چیزی که چین تولید میکنه در سطح جهان هم چیز خوب تولید میکنه فکر کنم نظر به سفارشات است که چی سفارش است دیگه مقصد یک ذره بر مردم تخفیف بده یک ذره کمتر کو یک ذره ارزان تر کو که رمضان شریف هم نزدیک است مردم هم یک ذره دست بالشون خالی است نه ماشاءالله باز نسبت به دیگه دکاندارا که باز تخفیف کم هم میتم خیلی فکر بیشک تخفیف هم میتم دیگه نرخ کم هم میگیم برشون باز مشتری هم نامخواست زیاد داره نسبت به دیگه دکاندارا که خودمون ارزان بفروش همیشه بفروش زیاد بفروش این نرخ کم هم میگیم فایده کم هم میگیریم مشتری هم نامخواست زیاد داره خود به خود خودش میاد برای وطندارایمون چی گفتنی داری برای کسایی که در دیار غربت هستن به همسنای خودت اگر گفتنی پیام داری ما در خدمت هستیم حالا چی گفتنی داره دیگه افغانستان برای ملت که باشه چی گفتنی داری کلا که میفهمه که ملت افغانستان ظاهر دیگه گفتنی دیگه خدا رحمش کنه دیگه سلامت زنده و سلامت باشی یک جان تشکر وطندارای نازنین بیاین و از آدرس ما خرید بکنید انشالله که بیادر ما زیادتر براتون تخفیف میته و زیادتر کم میکنه اما تو کم کم میریم و صحبت های خودم میداشته باشیم خدا کنه که تا ایدم از برنامه لذت برده باشین ما را بیننده باشین خیلی باشین
نازنینم، باز کم کم رسیدیم به قسمت پایانی. خدا کنه که برنامه امروز مورد پسند شما قرار گرفته باشه. زحمت ما به این بود که شما لذت ببرید و بازم کوشش میکنیم، بازم تلاش میکنیم تا برنامه بهتر و بهتر برای شما تهیه بکنیم، ثبت بکنیم. تا برنامه بعدی که من احمد نوید حیدری در خدمت شما حاضر میشم، شما را به خداوند عزت میسپارم.